اگه میخوای سالمتر، پرانرژیتر و شادتر زندگی کنی، این 7 عادت ساده رو از دست نده. عادت 1، آب بنوش بلافاصله بعد از بیدار شدن. بدن تو بعد از 7-8 ساعت خواب کاملاً بی آبه. 1 لیوان آب کمک میکنه انرژی بگیری و بدنت شروع به کار کنه. عادت 2، 10 دقیقه پیاده روی کن. نه نیاز به باشگاه داری، نه لباس ورزشی. فقط راه برو. این کار هم ذهن رو آروم میکنه، هم بدنت رو فعال. عادت 3، هر روز حداقل 1 وعده سبزی بخور. حتی یه سالاد ساده یا چند برگ کاهو کنار غذا. فیبرش برای روده و پوست معجزه میکنه. عادت 4، 10 دقیقه تنفس عمیق یا مدیتیشن. فقط بشین، چشماتو ببند، نفس بکش. ذهنتو پاک میکنه و استرس تو کم میکنه. عادت 5، زود بخواب، مخصوصاً قبل از ساعت 12 شب. خواب با کیفیت یعنی بدن سالمتر، پوست بهتر و تمرکز بیشتر. عادت 6، مصرف شکر رو کم کن. زیاد شیرینی خوردن، چاقی، جوش، بیحالی، کم کمش کن. نتیجهشو میبینی. عادت 7، آخر شب 3 چیز مثبت یادداشت کن. شکرگزاری ساده، حال دلت خوب میکنه و ذهنتو مثبت نگه میداره. کدوم یکی از این عادتها رو از همین امروز شروع میکنی؟ تو کامنتا بنویس. اگه دوست داشتی حتما لایک کن.